ورزشگری تاجیک جهانگیر طاهرов برای اشتراک در سبقت‌های جهانی محاربه‌های بدون قاعده آمادگی می‌گیرد. با وجود تمرین زیاد او به پیروزیش باور ندارد. در تاجیکستان تشکیل مسابقه از روی این نوع ورزش منع شده است، هرچند در گذشته آنها محض بعد شرکت در مسابقه‌های داخلی تجربه می‌گرفتند. در تاجیکستان رنگی ادبار نگذاریم، چمپیون ریسپوبلیکا نشوه، برآمد نکنیم. دو سه بار مسابقه نشوه کم شده. بعد او ما در رقصن آرینا فایل ای سی بی یا مثلا دیگر ارگانیزاسیونی که ای دولت بیرون برآمد میکنیم، آری تجربه آری اوپت ما بوی میتیم. از اولی سال روان در تاجیکستان هیچ سبقت محاربه‌های آمیخته تشکیل نشده است. بنابراین فدراسیون امکانی پیدا و انتخاب ورزشگران آینده‌دار را برای دسته‌های منتخب نداشت. ورزشگران میگویند کمیته ورزش این وضعیت را شرح نمی‌دهد. در سال 2018 یگان مسابقه نه بین المللی شد، نه چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به محاربه‌های آمیخته، یعنی که بوی بیسپراویل یگان مسابقه نشد. این سببش در چی است؟ یک کسی نیست که مقصد برای اتکراوی همین گپ بگه که سببش همین است. این باید باشه که ورزشگرا پیش برم. چی باید در خارجه نیست این کارو اجازه میتن کار کنم، چون ورزشگرا باید صاحبی از سون شوند، صاحبی از کسب نام. ما همکاری داریم با دیگر کمپانی یا پروموتورایی که در دیگر دولت ها هستند. ما بسیار همکاری داریم، مثلا از آن جمله فاید نایت گلوبال. مقصد اساسی ما این است که ورزشگرای ما در آنجا برآمد کرده پرچم وطن عزیزمان رو بلند بردارند. در مکتوب رسمی کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان مقامات منع شدن و یا برگزار نگردیدن سبقت‌ها را از روی ورزش محاربه‌های آمیخته رد می‌کنند. طی چند سال اخیر در تاجیکستان چندین سبقت‌های محاربه‌های بدون قاعده تشکیل شدند. همه این چاره‌بینی‌ها با کمک سرپرستان صورت گرفتند. کمیته ورزش مبلغ جدا نکرده است. ورزشگران میگویند برای آنها دستگیری لازم نیست، مهم آن که برایشان مانع ایجاد نکنند.